هرم بزرگ مصر یکی از عجایب ناشناخته دنیای باستان و تنها اثر باقی مونده از عجایب هفتگانه جهانه. هر سال کلی توریست به مصر سفر میکنن تا این کوه سنگی عجیب و اسرارآمیز رو از نزدیک ببینن و بارها و بارها این سوال تو ذهنشون بچرخه که آخه چجوری ساختنش؟ چطور اینقدر دقیقه؟ توی این ویدیو میخوام با عجایب بیشتری از هرم مصر آشناتون کنم. اینجا دانشخونه است و منم یاسمنم. با من همراه باشید. قبل از اینکه شروع بکنیم لطفاً اون دکمه سابسکرایب رو بزنید. یکی از اسراری که همیشه مورد توجه بوده نحوه ساخت این هرمه که با همچین دقت بی‌نظیری ساخته شده. خیلی از محققا و تاریخ‌نگارا امروزه هم معتقدن که برای ساخت چنین ساختمانی نیاز به ابزارهای پیشرفته تری بوده. البته خب بعضیام شایعه میکنن که برای ساخت همچین هرمی از تکنولوژی یا دانش خارجی استفاده کردن که توی اون دوران مصر باستان برای مصر معمولی نبوده. اصلاً هم به موجودات خاصی من اشاره نمی کنم. یادتونه که یه سریا میگفتن زمین تخته و زمین یه شکل دیگه است و اینا. میخوام یه چیزی بهتون بگم خیلی عجیبه. 4 گوشه هرم مصر به شکل مقعر ساخته شده. این تنها هرمیه که به این شکل ساخته شده. خمیدگی‌های طراحی شده تو قسمت‌های مختلف این هرم به طور دقیق با شعاع زمین همخوانی داره. خیلی جالبه نه؟ هرم بزرگ جیزه یه درب ورودی به صورت گردنده داشت. درهای گردنده تو 2 هرم دیگه یعنی آرامگاه پدر و پدر بزرگ خوفو هم وجود داشتن. گفته میشه که این در 20 تنی از محیط داخلی هرم با کمترین میزان فشار قابل باز شدن بود. ولی خب این در حالیه که وقتی که بسته بود از نمای خارجی هیچ شکاف یا اثری از این در پیدا نبود. خب بعضیا معتقدن که درون هرم ساختارهای مخفی اتاقهای پنهانی دیگه‌ای هم هست که خب هنوز کشف نشده که خب همچین هم دور از ذهن نیست به نظر من. خب حالا بذارین یه ذره از دقت ستاره شناسی هرم بزرگ جیزه بهتون بگم. ستاره قطبی آلفا دراکونیس توی اون زمان تنها ستاره‌ای بود که در راستای مرکز هرم قرار داشت. به این ستاره شمال هم میگن. جالبه که بدونین همچنان ستاره دیگه‌ای پیدا نشده که مثل آلفا دراکونیس در راستای هرم مصر قرار بگیره. در حدود 2450 سال پیش از میلاد مسیح قسمت جنوبی توی اتاق پادشاه در امتداد ستاره النیتاک توی صورت فلکی شکارچی قرار داشته. هیچ ستاره دیگه‌ای از اون تاریخ به بعد همتراز با این قسمت قرار نگرفته. میخوام 2 چیز خیلی عجیب بگم که وقتی خودم خوندم بیشتر شگفت زده شدم. اولش این که هرم بزرگ جیزه خب 3 قسمت داره که قسمت پایینی هم اتاق پادشاه بوده. توی این اتاق پادشاه یه صندوقی از جنس گرانیت وجود داشته که توی ساختش از یاقوت کبود و برنز هم استفاده کردن. حالا نکته عجیبش چیه؟ نکته عجیب راجع به همین صندوق گرانیتی است که اگر مساحت قسمت پایینی صندوق رو توی عدد 2 ضرب بکنیم و عدد حاصلش رو دوباره در عدد 10 به توان 8 ضرب بکنیم حاصلش چی میشه؟ میشه شعاع خورشید. حالا عجیب دومیه چیه؟ عجیب دومیه اینه که اگر عدد ارض جغرافیایی هرم که براتون می نویسم نگاه بکنین رقم و تا عدد آخر اعشار ارض جغرافیایی هرم برابر چیه؟ برابر سرعت نور توی واحد متر بر ثانیه است. اخیراً این مسئله که واقعاً هرم بزرگ مصر اصلا آرامگاه فرعون بوده یا نه مورد شک و تردید قرار گرفته. 3 دلیل هم براش دارن اونایی که این ادعا رو میکنن. اولیش اینه که شاهنشین برخلاف رسوم اون زمان اصلا هیچ آرایش و تزیینی نداره. دلیل دوم تابوت سنگی شاهه که ناتمام مونده، صاف و صیقلی نیست و در پوش هم نداره.
و دلیل سوم که به نظرم خیلی منطقیه که به شک بکنن که اصلا آرامگاه نیست، اینه که 2 کانال هوای باریک از شاهنشین از طریق یه سری روزنه کوچیک به سطح خارجی هرم و هوای آزاد ارتباط داره. ولی خب مرده‌ها که هوا نمیخوان. هر چقدر علم و تکنولوژی بیشتر پیشرفت میکنه، بیشتر به این نتیجه میرسن که هرم بزرگ مصر عجیب و ناشناخته است. اومدن ملاتی که توی ساخت این هرم مورد استفاده قرار گرفته رو آزمایش کردن، دیدن یه منبع ناشناخته داره. تجزیه تحلیلش کردن، ترکیب شیمیایی‌اش رو پیدا کردن، ولی ساختش امکان پذیر نیست. و اینو باید بگم که ملات مورد استفاده توی این هرم، حتی سنگ‌های به کار رفته شده توی خود هرم هم مستحکم‌تره. دمای داخلی هرم کل سال ثابت و 20 درجه سانتیگراده. هرم کجاست؟ وسط صحرا. خب یه نکته دیگه هم که باید بگم اینه که همین اخیراً دانشمندا کشف کردن که هرم خوفو به خصوص از قسمت‌های پایینی که همون محل دفن فرعون و اتاق مخفیاش بوده امواج الکترومغناطیسی ساطع میکنه که خب این موضوع هم رابطه نزدیکی با همون ترکیبات شیمیایی به کار رفته تو مسائل هرم داره. با همه این حرفا هرم خوفو همچنان به عنوان یکی از بزرگترین معماهای تاریخی باقی مونده و تا الانم خیلی از اسرارش برای ما ناشناخته باقی مونده. اما سوال اصلی اینه که اهرام مصر رو بالاخره کی ساخته؟ ساخته دست بشره یا؟ اگه این ویدیو رو دوست داشتین و براتون جالب بود لطفاً سابسکرایب بکنین و با لایکاتون بهم انرژی بدین. اگه دوست داشتین نظرتون هم برام بنویسید.